یعنی کتابچه تام بخیر وقت پرش دیگه ماهیش با اشترا شکر خوبه دفت مینه گیر کدیم نوشیان کن بخشش باشه دیگه اونام در گلخو یک ذره دیده اونجا گرفتاری دور ریکریشن اونجا وظیفه داری آقای جعفری؟ الان بلدیز ما جدا باید ایداری کجایی؟ سه چی ملاله؟ غوری جدا اونجا چی آره وظیفه دارم چابوک نه آبی مصطفی جان جور بخیری؟ ولی معاشی بخیره؟ نه. یعنی کتابچه تام بخیر وقت پرش دیگه ماهیش با دکتر صاحبیم گفت کم کم درد برون درد برا خاله جان؟ خواهی باش ماینان کسی ماینه کنیم سعی اونم بیشتر رقم چیزی مشکل داره خواه؟ آره مقصد نظر در کتابچه در کیمو وقت چرا گرفته دیگه وقت از این در پرشته ولی ما هست دیگه خود دیگه اول باریه باز هم امکان داره تا چند مدت کسته چیز کنه آره وقتی میشه بال کسی نخونه شرطم که بخیر خوبه خدا شکر فشارش خوبه دکتر صاحب؟ بخیر خوبه فشار صحیح جور باشین خدا شمار نگاه بیا شما غیرجان بیا بگه تلافون هستشی چند جا بشکن هستشو بخیزه پاشو وزنتان خوبشتایی با فلش نخواه خدا شکر
ولی چپشکر بروده اینجا پشت بر چیکار میخوانم؟ اینی سموات دارم چطور چاقو نبوده؟ تندورم نکتی خب چاقو نه نه چاقو لمای دیاد نرسی اون جلابی چیز بود لب تندور خب عزیزا سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم که صحت سلامت باشین و ایام بکامتان شیرین باشد. بسیار خوش آمدین عزیزا با ویدیو امروز از ما دیگه. عزیزا مژگانم که قرار سماوات را در بیده و خاطر که تندور نگدیم امروز به نظره. باز شب میمان داریم دیگه. قراره که میمانام از جای میمانام از راه دورم ده البته دوستا. باز موم دیگه آمادگیش میگیریم کنام انشالله بخیر باین دیگه. شما هم دوستا تا آخر ویدیو قد از مو باشین که نه میمانای از مو کی هستن. چطور خانم؟ خب امروز بازار رفتدین؟ امروز زره رفت. خب دکترها چی گفت؟ خب وقت پرش ده؟ خب انشالله چیزی که قسمت و نصیب باشه. توکل به خدا عزیزا. دیگه مو بلده شما دوانیم و شما را از شما خواهش منم که بلده مژگانم دعا کن انشالله که صحت و سلامت نونویز مو در دنیا باید انشالله. در گرفت خانم؟ خب نه زمستو در خاطر که یک علاج نداره، یک ترترک نبلیشه یا یک برف مباره چی نه باز اونو خشک چی تر میشه پسه خشک میشه اونو چو به درد نمیخوره دیگه. امسال زمستان اک شد یار کلی گیش را چک مونیم آماده نیم مبریم در گنبزی میلیم در بارخانه. که آر زمان در کار شد بریم از اونجا بیریم پس آتش کنیم اون خم راحت تره. سادم پاشته اره دیگه. موتر مه یکش تا موتر مه دیگهش بنده خدا موتر ندارن در نظرم در موتور خواد باید. موتور کم گیروه. خب دیگه نه از طرف روز مشکل نداره، از طرف شو یک کمک در موتور سخته، از طرف روز که مشکل نداره. چی خواهم بود با اینجا تو روز گرفتن با اینجا اینجا خوب شه این از یکی از مقصدی گوشتم از او بهتر نمیشه دیگه. اونو با اینجا که خانه بود اونو بلده دیگ باید نیست بلده خوردو بیشتیم. خانم با اینجا خلاص کردی؟ نه منده بریانی نین؟ ره
برنج منینج ششتین آره خلاص باید گوشت پرتک دی؟ پیاز شوک دی؟ گوشت پرتک دی؟ 3 کیلو سرخ نی؟ سرخ نگه اونجا کی میمان ها ما تنظرمون بودم درایم تو دار بلد نیستم اره اینه دوست عزیز منتظر میمان ها بدیم دیگه اینه بخیر رم آمادن خوشبختانه که اینی لاله لیزت ترو در پیش خانه هم داده وسو تر شدین؟ اوه خو تو بچه قاری؟ بچه لالشی؟ قاری قدر است تو بچه دره؟ قاری قدر است ما اره کم است خو نام است تو چیز خلا؟ نام است جاوید خو جاوید جان تو بچه خدا داده دیگه؟ ما بچه لاله دیگه خالقدار خو خالقدار دک جایه؟ نه خو سه برادرای نه؟ 4 دیگه صادق نام داره خو جاوید جان قوی علیه دیگه خانر پیدا کردی روی سرک نشان دادی نه؟ آره خاصه دوستای عزیز دیگه منتظر میمونه هستیم باش که کیمیان دیگه رورم که پیدا کردن انشالله این عزیزا دیگه این عزیزا دیگه محترم اومدن باین بخیر باین این دوستای عزیز اینی محترم میمونای دیگه آمادن بخیر سلام علیکم کم پیش برو حالا کجا رسیدیم ما؟ دمی پیش خانه قاری سید آقای دلشاد سلام علی نام خدا سبورو اونچم بده مندن چه آقای خوبی سلامت بخیری شکر زنده باشی سلامت باشید زنده باشید آقای خوبی بخیر سلامتی خانه خیرات بچه آقای استاد محترم سلام برای اخوان شما هستید بخیر شام بخیر خانه و اولاد سپای تو خانه شما بازار بزرگ نبوده نه سیم خالی نیست مود شهر بلی شهری ساقی آقای فیاضی میگودن آقای بینام خوب خانه جور کردن نه خدا قدم شنه یالا قدم شنه که سلامت باشی کوار جان یالا کی رجای کاری کمک آقای بینا دیگه خانه والا سلامت بیا نوی جان کور نوی جان بای کاری سید کن حالا من چیزی دیگه آفرین بچه کار نام خدا یا مشکور از من خاله نام خدا شکر نه شکر هزار بار حمزه تو خاله من چیزی دیگه نه او فیلم میگه آفر بیا دیگه یا الله یالا قاری سید بای یا الله یالا کجا بنالو دختر قاری سید چطوری؟ خوبی جانم تجاره سلامتی خوشی اوقات خوشه آقای بخیری دلشاد نوکر خانواده خوبه لطف دلی خوب
لالای تو خوبی؟ جان جوری بخیر سلامتی خوش بخیر خانه خیرت خدا رو شکر زنده باشی جور باشی شکر جان تو جورا ام توم دادی نه آره می لالای این دفعه اولیه ما زمان تازه چی رو بند کدوم که برم چی کنم درایشون بایم باز او زمان باز چی شد دیگه سعی کردم که ایلالای ما دیمی تو خوبی؟ الحمدلله آقای دلشاد استاد خانه ولاد سپای تو بچه‌هایت خوبه؟ قش و پش روزگار خدا رو شکر خدا شکر که میمی جوری خدا رو شکر دم زی دست فامیل جور باشه اینمی کی برادر عزیز جام دجور نام تو نیگه علمی جای شکر اول بیازی سلامت باش دیگه تو چی ده قصهش منده آره خدا شکر نام ده نیکی گرفت آره یک نفر رفیق توی خو دوتریشا خو بسیار یک آدم مهربانه خو سلامم بلده داد گفت مرا او منخشه تور گفت خو نامش چیه؟ علی سلطانی خو از بوسید یا قوزار هم اینجا نیم؟ همین موی اینمزی جاوریه دیگه قد از من روالا گفت که دلشاد ما رو منخشه آقای بینام منخشه نام علی سلطانیه گفت که امشو یگون دنه جوگم به فرمایش از ما بگی ما گفتم چشم تو خوب صحیح منخشه دیگه اینال تو یاد نمیه خلاصه مو مزاحم شده دیگه نه قاری سر بسیار خوشم ده قاری سر بچه کلان تمیا همین نوی جان بچه کلانی من نویده خو خدا رو شکر خدا رو شکر چیز دمی بشیم خانی اسکیم ده خو ای جور باشی ای مرسد قسم کننگه حمزه خانی اسکیم ده ایمشو آفرین بچه ایشم بچه سوی قاری سر خو دو بچه داره دیگه نه 4 بچه دارم خو خدا عمر بده خدا عمر بده یک شیخی ریزه خانه دو دختر دارم خو خدا رو شکر خدا رو شکر چای سوزم کدوم نه بلده فرق دنه خدا تو رو نگاه کنه ما خدا ما یک ما سوشیم خونمود دیگه که یک دفعه هم داد نه در خانه شیم اره اونمون دختر لاله ما اره بعد از ما جدایه خب بچم پیش از عروسی بود که بعد از عروسی ما بود یک روز همین قنجقه مادر خو برادرش بود دیگه بچم یک دیگه هم قنجقش بود کی بود ماکولات بری مبارک دو کم شهناز از چی که بود یه چیز چکلیت یعنی که اگر بشناشتی بخوره اگه نشتی نه که نه مخرم با تو بخوره بادام تو کجایه بادام یعنی ما خوشم میاد اونم یا نوش جان تو بخور که کم بخور نه که نه مخرم ما بادام خوشم میاد خاله نوش جان اونم بادام خوشم میاد آقا استاد چای باش کمی یعنی شکر جور باشه آقای جعفری خدا رو شکر که امرای اولادای خود جوری خدا شکر خود فامیل خود جور میبینم چیز دمی تو سلامت باشید خوبی جوری بخیر سلامتی بخیر خوبی جان تجارا بخیر آقای جعفری اوقات خوشه خدا رو شکر بسیار خوشم ده خدا ببخشه خدا نه مزاحم نیستین مراهمین ما بسیار خوشحال شدیم خوبی سلامتی جناب آقای جعفری خدا تو رو حفظ کنه جور باشی امی که جان تو جور جای شکره اره قالیس یه رجب موتور داره به خدا تو باور کن چراغ موتور تو بخیر چراغ مشکل دیگه باز دیگه خود صدا داره این نام خدا هر دفعه که به خاطر خدا بیا موتور پس ببر دید قبول کن چون دوز مفهمه اگه ما جور کنیم از باید یک ده ما به حساب ده مستری قدر مصرف کنیم یاره واقعا نمت را دیگه او خوب رسیگین آقای جعفری ما خود نره خیلی
یا خوبیش یه خیلی چراغ روشن داره تا که بله پایدم برو نشته معلوم نمیشه نه تو معلوم میشه نه موتور تو معلوم میشه فقط مرمورش مایه دیگه خیلی چراغ داره علی خیلی تو بالا مرمور شد همین موتورش از بس که چیز در جلوی فوق قرنسه موتورها که از رای مایه و یعنی اشاره میده نه که در اون که چرا منظورت وایه که جیم داغ کو فول کم کو چون ما مفهمه که از بس طریق خدا نکنه که زیر موتر در باید خدا قدمش نکنه یک دو گوشی نکته دیگه او خانه خراب تو مالوش ننی چیز او با خرده مال نیه نه منظورم اینه که کشش خوبه آقای جعفری شه در مورد دوره دامادی خریده شده بعد یه زنگونه یک تیر میشه ساختتون بالوچای کرمان دیگه اما اگه خم بالوچا هست نه که مسافر قچاق نه بازوار رانندگیش قویه نه میگه بازو ترد مشهد بیرتون یه دست فرمان جای قوی بود مشود یه خوب دست فرمان داره باور کو خانه از ممده دنگور بند گده خب دست فرمان داره دیگه دخترش خبر کرد که آتایی تو ده کرده انگور بند گده من دنگور نه من گفت قاری سیم خب؟ نه شما که هستن برادر شاو که هستن مور کوینن روز کوی کن که مور برادر جان عزیز انگور بند نکنه روز موتور کوی نمیتنی استرس موتور استرس روز کوی نمیتنی اگه نه بله بام برمونی آفرین روز تو برادر عزیز اونجا گرفتاری دو ریکریشن اونجا وظیفه داری آقای جعفری؟ آره بذیز من جدا بایلو ایداری کجایی؟ سه چی ملاله؟ غوری جدا اونجا چی آره وظیفه دارم خواه آره اونجا یک نگهبانی از طرف روز؟ روزشم خوشو یا لکیر اینجا شده؟ امشاو که هست مصطفی بچه که خدیم مرتضا خو بچه هایت هم قدر از بچه لاله قاری هست دیگه یا کلانه؟ 16 ساله هست خو کلانه نگه خدا رو شکر یک شمو قدره یک دیگه جلو بگید بده خدا وکیلی جلو معلوم آقا جعفری صاحب عید مبارک جعفری با خدا جلوش تا قایسه سر روی هم جلوش ده نه امشاو جعفری شیک شده الیاس خدا من تاش ما خدا مو خبر ندی بتویده این نان خوش جیب خودی کولرم بدرم ده آفرین خدای غم ندید چرا ایال باره گرفتار نه شما آقای جعفری قدر اذیت نه نه موی دوست ره نه خودی آدم شد چه معلوم میشه نه امین بگو بخی جوان شده دو دفعه دیگه که ما زنگ ده اما پیچه مهاجرین رو ببر لا تکلم شد چونی که می بلده یک دنه غریبم کمکش رسنم دلش خوشه خانه شاباد کمو کار رو میتونه خانه شاباد ما دایم گفتم بازم تکراری میگم آدم خوبه نه آدم خوبیه منظور میگه این آدم صادقه آره خانه صاحب ما فقط در فکر دنیا نیه خب در فکر آخرت یه کوتا نه راست بدالی دیگه چیز کار کنی دوستای عزیز دیگه ما از برق کمک رنج موری آقای بسیار خوشم دین خوش باشین زنده باشید تشکر خوبه جان تجار آقای بخیری اوقات خوشه شکر تو چطوری خدا رو شکر سلامت باشی خاله مزه خوبم خانواده خوبم خدا رو شکر آقای بد نیسته خدا رو شکر شما اشتین فامیلش تو را شکر خوبم دبت مینه گیر کدیم نوش جان کن بخشش باشه دیگه اونام در گلخو یک ذره دیده بودا درن میگم که ما دبت مینه گیر خب باش ما یک سلام کنیم بگیم دوستان
به نام خدا. عزیزای دل، دوستای خوب نازنین، سلام. امیدوارم که جور و صحت و سلامت باشید. کنار خانواده خود همیشه خوش و خوشحال و سرحال باشید. دوستای عزیز، امشب اومدیم خانه آقای دلشاد. همین چی میموند دیگه. امشب میمون از این دوستا. اینجا نان میخورم دیگه. آقای دلشاد اومد دیگه چوربیتی خدا چوربیتی آورده. اینجا برقی اینجا خون ترکی دیگه. ما میگیم چوربیتی آورده دیگه از مایا سینو. ولی نمیشه برق کس در کل او کس کم او خو. از خاطر برق سینی بی لایت نموشه. دیگه این لایت از من کس از طرف از برق چاجم نه که سه باید نور بلی دیگه. ما میره یک دفعه گولنم پس داغنم فقط بلده ویدیو دیگه خوبه کار را مندز نه. شما راحت نشان که مده اونجا دو خانه دیگه خود مخاطری که خیلی چی شد دیگه اونجا کمک جای تنگی بود. از خاطر ما کنتم راحت تر اینجا قنجقیز یا نان بخی راحت تر باشه. از خاطر بازم آقای بسیار خوش آمدید. سلامت باشین. کیز یا نان خوردن آمده بای؟ دیگه آبه الیاس کجاشه؟ آبه الیاس جا و دبول خود چیز میکن کتمون اینجا جای نان مخید تو خانه بخی آقای برو خوش راحت نوشیان کنید.